مفارم کی سرمایی را میتکشی مفارم کی تق به ابرو کنی خورشید سفاره زد بر گلشنی فیض‌آباد شادی و فرح دارد مرد و زنی فیض‌آباد سمبوسه میخواهد و هم یک بوسه میخواهد دلم یک بوسه شیرین لبی بیغصه میخواهد یک سمبوسه رخساره و هم کم جوسه میخواهد دلی من بوسه میخواهد و هم سمبوسه میخواهد تمامی زندگی یک روز عمر است توی یک روز مهمانم کجایی معرفی کنیم یعنی رونمایی کنیم وارد شدیم معذرت میخوام حافظی هم کرده هستیم یک بار میش کرد گوشت کرده این اشو نمیدونستیم یاد از روزگاری شیرین با کارمندی شایسته تاجیکستان عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان کارشناس صاحب زیاده از 10 اثر مکمل جورابک مومین سلام آیین مردم جهان است سلام را احترام بر جمله عام است سلامی ما به گفتن این زبان است طریق آیین حرمت زیجان است درود بیننده عزیز امروز هیئت گروه ایجادی تصمیم گرفتند که بخشیده به 90 سالگی تأسیس یابی روزنامه ناحیوی نبض فیض‌آباد دعوت کنند مهمان امروزه ما قهرمان برنامه امروزه ما عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان کارمند شایسته تاجیکستان استاد جورابک مومین شما را بار دیگر به برنامه خویش خیر مقدم میگوییم. زنده باشید سلامت باشید نشریه ما همه چیز انعکاس کرده نمیتونه اگر تلویزیون باشه مثلا 3 ساعت 2 ساعت اگر کار کنه نویگری های رایون پیشروی های رایون مقصد های مثلا مقامات اجرایی را جماعت را مثلا پیشروی ها را قرار قانون های حکومت تا اندازه در دایره خود میتونه انعکاس کنه میتونه به گوش مردم برسونه. کارمند شایسته تاجیکستان استاد جورابک مومین شما را بار دیگر به برنامه خویش خیر مقدم میگوییم. زنده باشید سلامت باشید. گازی وقتی که نویا سال 31 تشکیل بشه همه نویا رو که این اکی سپورشی اون وقت سکه میکنن سکه کمیته مرکزی پارتی کمیتی پارتی یگانه مثلا پیشکاش پارتی یکمون بود با همه نویا ها از اون دیر یا بعد همین نوع فیض‌آباد هم یکی از نوعی هست که یکی از اولین هاش ده بعد مثلا 2 سال تاسیسی 14 این سال 31 کبیر شهر نوعی تاسیس شده بعد یه معنی ما شما ندونیم سال 33 بعد 2 سال نبض فیض‌آباد تاسیس بعد اینجا اصلا هر تا نه همه معلومات سیفی ده بود وقت معلومات سیفی ده هم نبود سیفی 7 بجور بود بعض علمایی که خواندن مکنالستان میکنستان مثلا پدر ما خالی ما اونجا گفتیم پدر مشیرانهی فلانهی در همون مهنه تکریسی خبرهای پدر ما هم شد بگه معلومی گرفته بود همون دولت نجات بود شما که فرمانده تاسیس کننده این کمیته مرکزی ما میکنه همچون ارگانی رایکوم ممکن نام باشه و کمیته اجرایی سوی دپوتات‌های مهنت‌کشان ناحیه فیض‌آباد هم خیلی گزیده تاسیس شده که ولی مقامات اجرایی حکومت دعوتی میان پیش مثلا رایکوم پارتی